بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اینک ما درسای خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام میدیم از کتاب 48 سؤالا في الصيام، یعنی رساله به نام 48 سوال آیدی روزه از آن شیخ علامه محمد ابن صالح العثیمین الله سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان را و مسلمانان را مغفرت کند. سوال ما یا که درس ما آغاز می‌شود تحت سوال 27. خب، ما القول في قوم ينامون طول نهار رمضان وبعضهم يصلي مع الجماعة وبعضهم لا يصلي، فهل صيام هؤلاء صحيح؟ خب چی گفته می شود در حق کسانی که روزهای رمضان، یعنی روزی دراز خواب میکنند در رمضان و بعضیشان نماز با جماعت میخوانند، بعضیشان نماز نمیخوانند، آیا روزی اینها درست است؟ شیخ میفرماید که صیام هؤلاء مجزی تبرأ به الذمه، یعنی روزی چنین انسان ها مجزی، یعنی چه از عهدهشون میبراید، یعنی از مسئولیت خارج میشوند، اجازت و از عهدهش میبرند به ذمه، ولکنه ناقص جدا، ولی به حد نقصان دار است چنین روزه، و مخالف لمقصود الشارع فی الصيام، و مخالف مقصد شریعت میباشد، یعنی میکارشان مخالف مقصد شریعت میباشد در روزه، یعنی در روزه برای چی؟ روزه را یعنی شرعی کنانیده شده است، ان همون مقصد ویران شدگی است. لأن الله سبحانه و تعالی قال، چون که الله سبحانه و تعالی گفته ایستاده است که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، با شما روزه فرض شد چنانه که با کسانی که قبل از شما بودن فرض شده بود، لعلکم تتقون، تا شما تقوا کنید. گفته باش خیلی تقوا میشه، روزه دار هستید و روزش خواب میره، نماز رو نمیخونه، با جماعت نماز نمیخواند، ایچی تقوا است. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که کسی که سخن دروغ زدن را ترک نکند، عمل به سخن دروغ کردن را ترک نکند، کارهای جهالت ترک نکند، یعنی برای الله یگون حاجت نیست که وی فقط خوراک و چه نوشاکش ترک کند و دیگه کارها را ترک نکند. و من المعلوم ان اضاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من تقوى الله عز وجل. به همه معلوم است که ضایع کردن نماز، به اهمیت نسبت نماز کردن، این از تقوی الله عز وجل نیست. ولا من ترك العمل بالزور وهو مخالف لمراد الله ورسوله في فريضة الصوم. و همچنین نه این که کسی که ترک عمل میکند به کار دروغ، این هم یعنی که از تقوا نیست، باید که ترک کنه. این ترک عمل چه به قول زور نکردی است، الله گفته است دستش، و هو مخالف لمراد الله و رسوله، این مخالف مراد الله و پیغمبر اوست در فرض گردانیدن روزه. و من العجب ان هؤلاء ينامون طول النهار و يسهرون طول الليل. از همه عجیبشان است که اینها به روزش خواب میکنند و شب دراز بیدارند. و ربما يسهرون الليل على اللغو، در بسیار حالتها اینها شبشونه به بیخوابه به سخنهای بی‌معنی میگذرانند، لا فائده لهم منه، از این کارشان یگون فایده و سود نیست. او على امر محرم، بعضیش به کار حرام مشغول میشود در شبهای رمضان. یکسبون به اثم، پشتین یعنی که گناهکار من خودشونه
نرد بازی میکنن، خرطه بازی میکنن. و نصیحتی لهؤلاء و امثالهم ان یتقوا الله عز وجل، نصیحتی من برای اینها و امثال اینها باید چیکار کنن؟ از الله تقوا کنن. بعضی حتی بعضیش چیکار میکرد؟ به گفت خودشان فیلم های اسلامی مانند یوسف و دیگر چیزا تماشا میکنن. حرام است تمام نمودی فیلم ها را تماشا کردن. فهمیده؟ بارک الله فیکم. و یستعینوه على اداء الصوم على الوجه الذي يرضاه، چیکار کنن؟ از الله تقوا کنن. و ان یستعینوه، از الله یاردم پرسند که یاردمشون تیاد به ادا کردن این روزه به همان طرزی که الله راضی می باشد. و ان یستغلوه بالذکر و قراءة القرآن و الصلاة و الاحسان الى الخلق و غیر ذلك مما تقتضیه الشریعة الاسلامیه. باید که این ماه رمضان غنیمت دانند. غنیمت داشتن این ماه به چی می شود؟ به ذکر کردن، به قرائت قرآن می شود، به نماز خواندن می شود، به احسان کردن به مردم می شود و غیر از این، از چیزهایی که شریعت اسلامیت اقتضا میکنه، طلب میکنه از این کس. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نظر به دیگر مردم از همه سخی‌تر بود. وقتی که ماه رمضان که میشد با سخیگی او بسیار سخت‌تر میشد. حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وقتی که به او به نزد او در ماه رمضان جبرئیل می آمد و همراه او قرآن خوانی می‌کردند. فلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجود بالخير من ريح المرسله. فهمیدید؟ واقعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در انجام دادن کار خیر چنان سخاوتمند بود که و چنان شتاب میکرد، چنان تیز بود که از بادی که میوزد، بادی وزانی که الله سبحانه و تعالی او را میفرستد او هم تیزتر بود. فهمیدید؟ سوال 28. نلاحظ بعض المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة خلال أشهر العام، فإذا جاء شهر رمضان بادروا بالصلاة والصيام وقراءة القرآن، فكيف يكون صيام هؤلاء وما نصيحتكم لهم؟ یعنی بعضی مسلمانان رو میبینیم که نسبتی ادا کردن نمازها تمام ماهها بی اهمیت و بی پرواگی میکنند. وقتی که ماه رمضان داخل می شود به نماز می شتابند و به روزه و به قرائت قرآن، یعنی قرآن خوان می شوند و نماز خوان می شوند و به روزه گیر و هکذا. فکیف یکون روزی چنین کسا چه خیلی می شود؟ شما نسبت اینها چی نصیحت دارید؟ شیخ می فرماید که صیام هؤلاء صحیح، روزشان درست است، لانه صیام صادر من اهله، چون که این یک روزه هست که از اهل روزه صادر شده است، این اهل روزه است. ولم یقترن بمفسد، یگون با کاری روزه را ویرون میکردگی چه نزدیک نشده صاحب روزه، فکان صحیحا، بنابراین روزش درسته. ولكن نصیحتی لهؤلاء ان یتقوا الله تعالی فی انفسهم، ولی نصیحتی من برای چنین کسها که در راه ماه رمضان رغبتشان زیاد است و بعد رمضان بی‌پروان، از الله تقوا کنند، در حق خودشان، در جان خودشان ظلم نکنند. و ان یعبدوا الله سبحانه و تعالی بما اوجب علیهم فی جمیع الازمنه، باید که الله را عبادت کنند، الله تعالی را با همون عبادت هایی که الله بالایشان واجب قرار داده در جمیع وقتها و فی جمیع، در جمیع جا، در همه جا. والانسان لا يدري متى يفجأه الموت، انسان نمیداند که مرگ چه خیلی ناگهان به نزد او میآید، اینو نمیداند. ناگهان آمدن مرگ نمیداند، انسان بی خبر است که یکی مرگ او را گریبانش میگیره. فربما ينتظرون شهر رمضان ولا يدركونه، بسیار وقت میشود که مردم چیکار میکنن؟ همه طاعت و عبادتشون بار رمضان میکنن، ولی رمضان بیاد منتظر میشوند رمضان یکی دایره هم نمیکنن. والله سبحانه و تعالی لم يجعل لعبادته امدا الا الموت. فهمیدید؟ الله سبحانه و تعالی برای عبادتش یک مهلت نگذاشته است مگر مرگ است. کما قال تعالی واعبد ربک، نگاه کنید، یعنی یک مهلت نمونده که اما عبادت که عبادت نکن نیست به هم معنا،
فهمیدی؟ تا مردن باید که در عبادت باشید. خیلی الله تعالی میفرماید در سوره حجر آیه 99 واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، یعنی پروردگارت تا مردنت عبادت بکن. ای حتی یاتیک الموت الذی هو الیقین، یعنی تا آن دمی که مرگ به تو می آید و آمدن او یقین است، تا اموجر تو باید عبادت کنی پروردگارت. بنابراین بارک الله فیکم، در واقع یعنی انسان باید که همه نفسی و عبادت باشد. بارک الله فیکم. سوال 29 هل نیت صیام رمضان کافیه عن نیت صوم کل یوم على حده؟ آیا نیت روزی رمضان کفایت میکنه از نیت روزی هر روزه علاهده؟ یعنی یک بار نیت کنی که رمضان روزش میگیرم گفته باشی، آیا کفایت میکنه برای هر یک روز یا هر یک روز علاهده نیت کردن نکنه؟ شیخ میفرماد که من المعلوم ان كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر. معلوم است که هر یک انسان در آخر شب به نیت سحر خوری میخیزد. فانه قد اراد الصيام، برای چی خستگی است؟ برای خاطر روزه گرفتن پگاه. ولا شک فی هذا، در این یکون شک نیست. لان كل عاقل يفعل الشيء باختياره، چون که هر یک شخص عاقل هر یک کار به اختیار خودش میکند. لا يمكن ان يفعله الا باراده، هیچ ممکن نیست که به ارادهش همون کار کند اگر عاقل باشد. اگر درباره عاقل رفته شد. والاراده هي النیه، انا مو اراده نیت ہے. فالانسان لا ياكل في اخر الليل، عادتا انسان در آخر شب خسته خوردن سر نمی کند الا من اجل الصوم، اگر بخاطری اگر روزه میگیرم گفته. ولو كان مراده مجرد الاكل لم يكن من عادته ان ياكل في اخر الوقت، اگر مراد او فقط هم تو یک خوردن باشد، اگر این عادتی او هم نمیشد که فقط آخر وقت خزد چیکار کند؟ خوردن سر کند. فهذه هي النية، این نیت میگویند. ولكن يحتاج الى مثل هذا السؤال فيما لو قدر ان شخصا نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائما لم يوقظه احد حتى طلع الفجر من اليوم التالي. اما شیخ میفرماید، ولی شیخ میفرماید که این رنگ همین سوال یک چیز به محتاج هستیم. اگر مبادا تقدیر یعنی فرض کرده شود یک انسان قبل غروب شمس، پیش از فرو رفتن آفتاب خوابش برد در ماه رمضان، چنان خواب ماند که یگان کس او را بیدار نکرد تا دمیدن صبح از روزی بعدینه. فانه لم ینوی من الليل، این کس از سر شب نیت نکرد لصوم اليوم التالي، برای روزه گرفتن روزی بعدینه. فهل نقول، آیا این کس را میگویم که ان صومک اليوم التالي صوم صحیح بناء على النیت السابقه؟ ما گفتم میتوانیم که انا من روزی امروزی تو روزی درست است بنابر همون نیتی روزی گذشته. او نقول ان صومه غیر صحیح، میگیم که روزش درست نیست. چرا؟ لانه لم ینوی من لیلتی، چون که از سر شب نیت نکرد. نعم. خب سوال داده است. فنقول ان صومه صحیح، میگیم که روزه این درست است. فإن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية، يعني راجح، قول راجح آن است که همون نیت روزه رمضان کردن در اول رمضان کفایت میکند. ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم، یعنی برای هر یک روز نیت نو کردن حاجت نیست. اللهم الا ان یوجد سبب، مگر اگر یکون سبب روی دادگی باشد، یکون سبب شدگی باشد. یبیح الفطر، که یک سبب شدگی است، به همون سبب این روزش خورده است و فیفترو بله فی اثناء الشهر، در بین روزه در بین همین ماه روزش خورده، سفر کرده است، یکون کس یکون بیمار شد روزش خورد، سبب است. انا فحينئذ لابد من نیت جدیده، در همون حین نیت نو ضرور است.
برای چی؟ لاستئناف الصوم، برای خاطر روزه را که دوام دادن، برای خاطر روزه را دوام دادن. چنین کس یعنی نیتی نو میکنه. فهمیدید؟ یعنی اختصارا گویم کسی که در اول رمضان نیت کردگی باشد تا آخر رمضان همون نیتش کفایت میکنه. این قول راجح گفته شیخ. فهمیدید؟ خب اگر مبادا در بین رمضان، در یگان روز رمضان روزش به یگان سبب خوردگی باشد، افطار کردگی باشد و سبب دفع شود، نیست شود، بعد روزه گرفتن شود، در همون حین با از نو روزه گرفتن را نیت میکند برای خاطر روزه را دوام دادن. نکتفی. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین.